یه مشتری زنگ زده کابینت‌های خونه‌شو میخواد عوض کنه، گفتم توی واتساپ عکسشو بفرستید، منم نمونه کارامو میفرستم، قیمت اولیه رو میدم خدمتتون، یه توضیح مختصرم میدم که چه کاری میشه کرد. اگر اوکی بودید، هزینه اوکی بود، بیانیه رو واریز میکنید، ما میایم برای بازدید پروژه. گفت باشه، نه نیاز نیستش، ما کار شما رو راحت کردیم، یه فیلم هست براتون میفرستم، شما اونو ببینید، طبق اون به من قیمت بدید. من کنجکاو شدم بچه‌ها، به جون مادرم عین واقعیت میخوام دنیاش نباشه ها، عین حقیقت ورژن جدید آوردم براتون. اینکه طرحو از شما بگیرن برن به 10 نفر نشون بدن، اینا ظاهرا دیگه قدیمی شده. آقا زدیم فیلم رو باز کردیم، میبینیم 15 دقیقه آقای وایساده جلو داره با کابینت کار صحبت میکنه، خانم پشت اینجوری مخفیانه داره فیلم میگیره، بله اینجوری داره فیلم میگیره، صداش میاد دیگه، هی گوشی‌ها تکون میده، به شوهرش میگه همین برو کنار قشنگ بگیرم، قشنگ واضح بیفته مترش. بعد الان ما هر چی بگیم میگی چرا بی‌احترامی میکنی تو؟ بابا اسم این کار چیه؟ اون کابینت کار شما 15 دقیقه‌شو گرفتی فرستادی، من مطمئنم حداقل 2 ساعت وایساده به شما توضیح داده، شاید قبل اونم اومده بعد اونم اومده. بعد شما فیلم داری ازش میگیری مخفیانه که بفرستی من بهت قیمت بدم. بچه‌ها امسال بیاید این رویه رو بشکنیم، عوض کنیم، بیاید این رویه رو تغییر بدیم، نکنیم تا پول نریخته مشتری، نه اینکه عیاب ذهاب، مشتری رو تلفنی متقاعد کنیم، هزینه‌های اولیه رو بهش بگیم، بعدش اگه اوکی بود پولو بریزه، بعد بریم برای مشاوره. ببینید از این فضای بین کابینت کارا دارن سوء استفاده میکنن یه عده‌ای. من خیلی دلم سوخت برای اون همکار. بابا یه لقمه اون آدمو سیر میکنه.